امروز دوستان قصد دارم در مورد جنایات اکراهی با شما صحبت کنم. قانونگذار در ماده 375 قانون مجازات اسلامی آورده که اگر شخصی اکراه شود و شخص دیگری به قتل برسونه، اکراه کننده مجازات درجه 1 یا هم حبس ابد و کسی که قتل رو انجام داده یعنی اکراه شونده قصاص خواهد شد. این سوال برای خود من پیش میاد که آیا این شخص که اکراه شده قصد انجام جرم داشته، قصد انجام عمل داشته، قصد انجام جنایات داشته؟ آیا تصمیم قبلی داشته؟ آیا اختیار داشته؟ رضا داشته؟ شما وقتی ارکان جرم رو نگاه کنید هیچ کدوم تشکیل نشده، فقط فعل انجام شده، اونم بدون داشتن اختیار. در این بحث فقهای امامی اختلاف نظر دارن. گروهی اعتقاد دارن که بله همین درسته و اکراه شونده قصاص میشه و اکراه کننده مجازات درجه 1 یا حبس ابد میگیره، و گروه دیگه مخالف هستن. در اینجا میگن که آیا حفظ جان واجب هست یا نه؟ بله، قتل عمل حرامی است. حالا باید دید آیا انجام حرام میتواند موجب انجام ندادن واجب شود؟ یعنی ما به واسطه حفظ حرام، انجام ندادن حرامی میتوانیم واجبی رو زیر پا بذاریم و حفظ جان جزو واجبات. و در برخی از موارد فقط حفظ جان یک نفر نیست. مثلا شخص ممکنه هم خودش هم خانوادهش در معرض خطر باشن و اسلحه‌ای روی سرشون نشونه گرفته شده باشه و میگن یا فلانی رو میکشی یا همه رو میکشیم. خب در این صورت شخص باید چی کنه؟ آیا میتونه کار دیگه انجام بده جز اطاعت دستور؟ آیا در اینجا اکراه شونده مثل یک ابزار نیست؟ و من دیدم حدیثی آوردن تحت عنوان اینکه شخصی اگر به مأمور خود دستور دهد که شخصی را به قتل برساند و آن شخص برود و شخص را به قتل برساند، مأمور قصاص و کسی که دستور داده به حبس ابد محکوم میشه، تا ابد در زندان خواهد ماند. سوال اینجاست در این حدیث آیا منظور اکراه است یا اجبار است یا صرفا دستور مافوق که دوستان به آن اشاره میکنن؟ در کل به نظر بنده این مسئله و این حکم حتی میتونه باعث افزایش چنین جرائمی بشه. چرا که شخصی که میخواد شخص دیگری رو به قتل برسونه، به جای اینکه مجازات سنگین‌تر یعنی قصاص رو قبول کنه، میتونه بره شخصی رو اکراه کنه و به موجب اکراه شخصی رو به قتل برسونه و بدون اینکه مجازات بشه و مجازات اشد رو بگیره، مجازات کمتری میگیره. حالا مجازات میشه ولی مجازات کمتری رو میگیره. و جالبه در همون قانون مجازات اسلامی ماده 377 آورده که جنایت در اعضا، یعنی اگه یک شخصی به واسطه اکراه بره دست کسی رو قطع کنه، دیگه اکراه شونده مجازات نمیشه، بلکه اکراه کننده مجازات میشه، قصاص میشه. پس چطور در قصاص عضو ما اکراه کننده را قصاص میکنیم ولی در
قصاص جنایات نفس ما اکراه شونده رو قصاص میکنیم. به هر حال نظر بنده نزدیک به نظر فقهای امامیه که میگن حفظ جان واجب است و حکم ضرورت میخورد و میتوان حرام مرتکب شد. ولی قانون مجازات اسلامی به صراحت اعلام کرده در جنایات اکراه راه ندارد.